دوستان عزیز، از سلسله مباحث مرتبط با اسطوره‌ها و کهن الگوها تا الان 3 اپیزود منتشر شده. اپیزود اولی که در موردش صحبت کردیم در قالب یه ویدیو کوتاه 1 دقیقه‌ای بود درباره جنبه پنهان اسطوره ددالوس و ایکاروس. در اپیزود دوم در مورد اسطوره شوالیه سبز و در اپیزود سوم در مورد جنبه پنهان اسطوره داوری سلیمان صحبت کردیم و این اپیزود اختصاص داره به اسطوره‌ای به نام اسطوره لیلیت و بازم روی کرده ما اینجا به این ترتیبه که میخوایم ببینیم این اسطوره در ذهن مردمان هر عصر و زمانه چجوری تحول پیدا کرده، چجوری بهش نگاه میکردن، چه قسمت‌هایشو بولد کردن، بزرگ کردن، پررنگ کردن و چه قسمت‌هایشو تلاش کردن که فراموش کنن و از این روی کرد در مورد ذهن انسان، عملکرد جامعه و فرهنگ چی میتونیم یاد بگیریم. و ما از این به بعد تمام این اپیزودا رو میذاریم در یک پلیلیست یا پادکست جدید در یوتیوب که به صورت دسته‌بندی شده برای شما قابل دسترس باشه. اما هرچی این اپیزودا داره جلوتر میره به نظرم میاد که ما باید اینو یواش یواش تبدیلش کنیم به یک کلاس درس و بعضی از مبانی که تو همه اپیزودا به ما کمک میکنه رو در موردش صحبت کنیم. هر وقت ما از مفهوم اسطوره در ارتباط با روانشناسی حرف میزنیم و در مورد ناخودآگاه جمعی بشر حرف میزنیم، به ناچار داریم در مورد گونه یا خوانشی از روانشناسی صحبت میکنیم که کم و بیش در دوران مدرن کارل یونگ به وجود آورد و بنابراین واژه شناسی کارل یونگ میتونه اینجا به ما کمک بکنه. و البته چیزی که بعدتر تکامل پیدا کرد و معروف شد به روانشناسی اعماق یا روانشناسی عمق، depth psychology. در این بین واژه‌ای که ما زیاد میشنویم و به کار میبریم و میتونه کمکمون کنه و کارل یونگ ضرب کرد استفاده کرد، واژه کهن الگو یا آرکیتایپ هست. در اینجا من یه تعریف کاربردی از کهن الگو ارائه میدم که تا حدود زیادی در طول سالیان به درد خود من خورده و در واقع تا حدودی تعریف شخصی منه. ببینید وقتی ما از کهن الگو صحبت میکنیم خیلی از افراد فکر میکنن که ما داریم از یک الگو، یک انگاره، یک نگاره قدیمی و زیرخاکی حرف میزنیم. یعنی چیزی که از دورانهای باستان به ما ارث رسیده، در صورتی که کانسپت کهن الگو اینجوری کار نمیکنه. با اینکه به نظر من واژه خیلی خوبی تو فارسی براش انتخاب شده، ولی هم در انگلیسی هم در فارسی این کلمه کهن میتونه ما رو به اشتباه بندازه. کهن الگوها چیزایی نیستن که در جهان به صورت مستقل از ذهن انسان یا روان انسان وجود داشته باشن و در عین حالم کاملا قراردادی و انتخابی نیستن، بر اساس اجماع یا بر اساس حس و حال آدما به وجود نمیان و انتخاب نمیشن. وقتی به متون یونگ مراجعه میکنیم از توصیفاتی که خودش میکنه و مثالایی که میزنه و بعد همه شاگردانش این خط فکری رو ادامه میدن، ما به این میرسیم که هر کهن الگویی 2 جزء داره و اون چیزی که باعث ادامه و استمرار کهن الگو میشه این 2 جزئه. یونگ اعتقاد داشت که ساختار مغز انسان، ساختار کورتکس و قسمت‌های عمیق‌تر مغز، تشریح و آناتومی مغز تأثیر داره روی اینکه انسان چجوری فکر میکنه و در حقیقت ذهن مستقل از آناتومی مغز نیست و از اونجایی که خیلی ساده سیمپیچی مغز آدما کم و بیش شبیه همدیگه است، مستقل از این چند هزار سال تمدن که این آدما کی زندگی میکردن و مستقل از نژادشون، فرهنگشون، جغرافیاشون، ما وقتی آناتومی مغز آدما رو بررسی میکنیم حسمون اینه که در این 100,000 سال یا 200,000 سال اخیر مغز انسان تفاوت خیلی عمده‌ای نکرده و شباهت‌ها از تفاوت‌ها خیلی خیلی بیشتر. بنابراین یک قسمت این کهن الگو اون ساختار مشابه تفسیر جهان توسط این کامپیوتر، توسط مغز انسانه. اما نصف دیگه کهن الگو وقایعی هستند که به جهان بیرون مربوط میشن. یعنی اون چیزی که این مغز کم و بیش مشابه میخواد تفسیرش بکنه. اگر اون وقایعی هم که مرتبطن با جهان فیزیکی و در بیرون ما داریم میبینیم کم و بیش روند ثابتی داشته باشن، این روندهای فیزیکی وقتی توسط اون مغز کم و بیش ثابت و مشابه تفسیر میشن، یک الگو یا یک پترنی به وجود میاد که کم و بیش در طول زمان استمرار پیدا میکنه، در گذشته دیده میشده، الان هم دیده میشه و این میشه کهن الگو. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. ببینید
موقعیت اجرام سماوی، کرات آسمانی، از زاویه دید زمین در طول زمان کم و بیش ثابته یا یک الگوی تکراری ثابت داره، مثل طلوع و غروب ماه یا اون چیزی که از گذشته بهشون میگفتن صور فلکی یا کانستلیشن ها. مثلا چند تا ستاره رو در کنار همدیگه بهش صورت فلکی ترازو یا میزان نام دادن. اون کرات آسمانی، اون واقعیت‌های فیزیکی در بیرون کم و بیش از زاویه دید زمین یکسان دیده میشن و ثابت میمونن و مغز آدمیزاد هم علاقه داره که نقاط رو به همدیگه وصل بکنه و ارتباط بده، تداعیگر باشه براش به شکل‌های آشنا، چیزایی که میشناسه. پس چند تا ستاره ثابت اون بیرونن و ما یه مغزی داریم که سیمپیچی کم و بیش ثابتی داره و اون ستاره ها رو، اون مجموعه رو به همدیگه وصل میکنه و براش تداعیگر کانسپت ترازو یا میزان میشه. اما اگر فقط ما دوتا ثابت این وسط داشته باشیم، به یک چیز خیلی صلب و منجمدی میرسیم که دیگه خیلی کاربردی برای روانشناسی نداره، جنبه خلاق نداره، نمیشه شاخ و برگش داد و همین تمومه. موضوع اینه که همون مغز انسان با اون خاصیت عصب شناختیش میاد و کانسپت میزان رو، کانسپت ترازو رو بهش شاخ و برگ میده و وصلش میکنه به چیزهای دیگه‌ای در همون مغز، در حافظه و نمادهای دیگه و فرهنگ. مثلا میزان میتونه ارتباط پیدا بکنه به کانسپت عدالت. میزان میتونه ارتباط پیدا بکنه به کانسپت تعادل زیبایی شناختی و بعد مثلا در موضوعی مثل طالع‌بینی یا اختربینی تفسیر بشه به این که کسانی که زمان تولدشون صورت فلکی میزان یکی از کرات مهم درش قرار داشته، اینا دیدگاه خاصی دارن نسبت به مقوله زیبایی شناختی. مثلا خیلی وسواسن در مورد تناسب رنگ ها. باز مسئله ترازو رو میشه وصلش کرد به موضوع کمالگرایی و پرفکشنیزم. وسواس یا دغدغه ذهنی و دلمشغولی خیلی زیاد با قضیه تعادل و تناسب. میزان رو میشه وصلش کرد به فصلی از سال که هوا نه خیلی گرمه نه خیلی سرده. بنابراین میبینید که یک دایره آزادی یا یک میدان عمل خیلی فراخی در موردش وجود داره. خیلی کارا میشه باهاش کرد با این کانسپت. تمام کهن الگوها یه همچین پترن و الگویی رو دنبال میکنن. یعنی مثلا ما در تاریخ یه رولی رو میبینیم در دربار پادشاهان به نام رول یا نقش دلقک. این تا حدود زیادی ثابت بوده و تکرار شده. در عین حال در مغز انسان ما یک جور بیقراری، یک جور احساس معذب بودن در پیشگاه قدرت داریم که سعی میکنیم اون رو با کمدی یا طنز تلطیفش بکنیم. یعنی ترکیبی از نیاز به آزادی بیان و در عین حال احساس خطر از آزادی بیان و تلطیف این قضیه با موضوع طنز که کاملا مبنای بیولوژیک و تکاملی داره. یعنی ما میدونیم انسانایی که حس طنز بهتری داشتن میتونستن پیوند اجتماعی قوی تری برقرار بکنن و شانس بقاشون بیشتر بوده. کسایی که میتونستن بخندن و بخندونن، وقتی اون مفهوم بیرونی دلقک به این مفهوم درونی و آناتومیک و تکاملی و روانشناختی طنز خطرناک وصل میشه، یک کهن الگویی به وجود میاد به نام کهن الگوی دلقک و باز این دوتا وجه ثابت نیستن. مثلا یکی از نکات خیلی جالب در این کهن الگو مسئله ترس همیشگی بشر از اینه که سر کارش بذارن. یعنی ما وقتی که به یه دوراهی میرسیم، تنها کسی که دوست نداریم ببینیم دلقکه، برای اینکه دلقک دوگانه و دو پهلو حرف میزنه، ما رو سر کار میذاره، ترسای خفته عمیق ما رو بیدار میکنه. بعد میبینیم که یک ساید این دلقک یا کلاون میره تبدیل میشه به اون چیزی که ما مثلا در هالووین میبینیم. یعنی جنبه ترسناکش خیلی بولد میشه. در عین حال دلقک چون پیش بینی ناپذیره، چون خلاقیت داره و چون از آزادی بیان نمیترسه، میره تبدیل میشه به پیام آور خدایان. یعنی وصل میشه به یک کهن الگوی دیگه‌ای به نام مرکور، سیاره تیر عطارد، یا اون چیزی که در یونان باستان بهش میگفتن هرمس، و میتونه حرفایی به شما بزنه که شما در حالت عادی از یک آدم جدی اصلاً آمادگیشو ندارید که بشنوید. پس هر کهن الگویی تشکیل شده از یک جزء بیولوژیک و آناتومیک که مغز انسان باشه، یک جزء فیزیکی و بیرونی خارجی
و یک مسئله عدم قطعیت یا میدان خلاقیت که باعث میشه که این کهن الگو شاخ و برگ پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک خمیری که همه بخوان ورزش بدن و سراغش برن و باهاش بازی کنن و هم از این بازی لذت ببرن هم باهاش چیز یاد بگیرن. حالا یکی از این کهن الگوهای بسیار وسیع و حیرت انگیز و جالب کهن الگوی به نام لیلیت. اجازه بدید که ما به جای اینکه بیایم از دوران باستان شروع کنیم که اون موقع چه معنی داشت و بیایم برسیم به زمان حاضر، روندی رو طی بکنیم که روانشناسی اعماق دپت سایکولوژی طی میکنه. یعنی تظاهرات رو بگیریم مثل اینکه لیلیت یه خوابی باشه که ما دیدیم، یک خیالی باشه که از ذهن ما گذر کرده و بعد پله 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 بهش عمق بدیم و ببینیم که این داره کدوم قسمت از سیمپیچی‌های مغز ما رو باهاش بازی میکنه و تحریک میکنه و دلیل دوامش چیه. خلاصه داستان اینه که ما بعداً بهش میرسیم که این داستان چجوری به وجود آورده شد و کی تعریفش کرد. اما خلاصه امروزی داستان اینه که لیلیت همسر اول حضرت آدم بود. یعنی پیش از اینکه حوا خلق بشه، زنی خلق شده بود درست مثل آدم، از گل، از خاک و همزمان، برای اینکه همدم حضرت آدم باشه و جفتش باشه. دارم خیلی داستان سر دستی و اون تظاهرات امروزی و مدرنش رو تعریف میکنم. اما اتفاقی که افتاد این بود که اینا سر سکس و آمیزش جنسی به اختلاف خوردن. نه اینکه همو دوست نداشتن یا از هم سرد شده بودن، بلکه چون دو تا موجود کاملا مستقل بودن، مثل هر دو تا موجود مستقلی که کاملا شبیه هم نیستن، بر سر ابراز وجود و اون دینامیسم قدرت با هم دیگه مشکل پیدا کردن. همینجور که این داستانو میریم جلو، شما جنبه‌های 1 2 3 کهن الگو رو توش سعی بکنید که شناسایی بکنید. یعنی تضاد بر سر قدرت یه واقعیت بیرونیه که بین همه موجودات زنده اتفاق میفته. در عین حال هم یه جنبه نوروآناتومیک داره. یعنی هر بار که ما پیروز میشیم یه پالس دوپامین تو مغزمون ترشح میشه و مغز ما تایید میکنه، الگوریتمای مغز ما تایید میکنه که شانس بقای ما بالا رفت به این ترتیب. بنابراین این داستان هر زمانی که ساخته شده، همین امروز هم ما باهاش رابطه برقرار میکنیم. یکی از اون جاهایی که دینامیسم قدرت خیلی خیلی پررنگ میشه و اهمیت پیدا میکنه، همین مسئله سکسه. داستان به این شکله که اینا نمیتونستن به تفاهم برسن که تو اون پوزیشن فیزیکی سکس، تو اون موقعیت فیزیکی، چه کسی رو باشه و چه کسی زیر باشه. آدم میخواست همیشه رو باشه و به این ترتیب اعمال قدرت بکنه. لیلیت هم همین پوزیشن رو میخواست. احساس نمیکرد که جنس دوم مفعول مغلوبه و هیچ احساس نیازی نمیکرد که از آدم زور بشنوه. پس جالبه که هر دوی اینا رابطه جنسی رو میخواستن و دوست داشتن، ولی حاضر به کوتاه اومدن هم نبودن. اینم یادآوری بکنیم که داستان از طریق روایات یهودی و فرهنگ یهودی بین المللی شده. بعداً با هم دیگه خواهیم دید که خیلی خیلی قدیمی تر از اینه و حداقل چندین هزار سال در غرب آسیا قدمت داره این داستان. اما به خاطر ریشه های یهودی این قضیه، خب طبیعتاً آدم میره و به یهوه یا یاوه، جهوه، خدای یهودی اعتراض میکنه و چون ریشه های داستان از یک تاریخ و از یک فرهنگ پدرسالار میاد، خدا این اعتراض قبول میکنه و به لیلیت کارت زرد نشون میده. در واقع بهش میگه که آمیزش جنسی قلمرو آدم، قلمرو مرده و تو در این زمینه باید تسلیم باشی. اما لیلیت هر چی به خودش نگاه میکنه، به پیشینه آفرینش خودش نگاه میکنه، به آدم نگاه میکنه، هیچ دلیلی برای این قضیه نمیبینه و این مسئله رو نمیپذیره، زیر بار نمیره. وقتی در این زمینه بهش فشار میارن، مسئولین بهشت چمدوناشو جمع میکنه، از بهشت میره جای در ساحل دریای سرخ و چون ما میخوایم الان فقط خیلی سریع خطوط اصلی اسطوره رو رسم بکنیم، در واقع عطای آدم و بهشت و یهوه رو به لقاشون میبخشه و میره اونجا شروع میکنه با موجودیتی احتمالاً با طعم‌مزه یا طعم و رنگ شیطان یا لوسیفر زندگی کردن. یعنی در واقع همسری آدم رو ول میکنه و همسر شیطان میشه. بعد از این ماجرا خب آدم چون دوستش داشته، دلش خیلی براش تنگ میشه، به خدا شکایت میکنه و خدا 3 فرشته رو میفرسته با این شرط و شروط که اگر تو از این به بعد تمکین بکنی، توبه بکنی و حرف آدم رو گوش بدی، میتونی برگردی به بهشت. که خب لیلیت نمیپذیره، یه سری نفرین یا تهدید رد و بدل میشه. از جمله این که لیلیت تهدید میکنه که بعد از من آدم هر فرزندی داشته باشه، من میرم سراغش
و سعی میکنم که بهش آسیب بزنم یا بکشمش، مگر اینکه اسم این 3 فرشته به عنوان چشم زخم یا به عنوان محافظ روی این بچه‌ها باشه و براشون ورد خونده باشن و ذکر گفته باشن. این داستان یادآور یک تعظیم نکردن دیگه، یه تمکین نکردن دیگه است و اونم تمکین نکردن لوسیفر یا شیطان دیگه. منتها دلایل از همینجا با هم دیگه یه ذره فرق داره. لوسیفر باور داشت که از آدم برتره، از جنس برتری اصلاً آفریده شده و براش خیلی تحقیرآمیز بود که یه پله سقوط بکنه و به انسان تعظیم بکنه. در صورتی که لیلیت اعتقاد داره که ما برابریم و این داستان رابطه جنسیمون هم به کسی ربطی نداره و دلیل قهرش در واقع اینه که یک فرد ثالثی و آدم آورده وارد ماجرا کرده و سعی میکنه که زور بگه. اما همون جوری که شیطان به خودش قول میده که از این به بعد نسل آدم رو اغوا بکنه تا روز قیامت، یه اتفاق کمابیش مشابهی هم در مورد لیلیت میفته. اما اون طرف تو بهشت گریه زاریای آدم باعث میشه که یک زن دوم آفریده بشه، منتها با یه تبارشناسی این دفعه خیلی جالب. به نظر میاد که خدا متوجه میشه که آدم گویا با هیچ موجودی که استقلال رأی داشته باشه، فردیت داشته باشه نمیسازه. بنابراین بیهوشش میکنه، یکی از دنده هاشو بر میداره و در واقع یک موجود دیگه مثل خودش کلون میکنه، به زبان امروزی با سلولای بنیادیش براش درست میکنه که عین خودش باشه و این میشه حوا و این میشه مادر نسل آدم و بنی بشر و همه انسانهایی که امروز میبینیم. خب ما تا الان 2 جزء کهن الگو رو مشخص کردیم: دینامیزم قدرت در مغز و در ذهن انسان و وجود 2 جنس بیولوژیک در جهان بیرون. این اون پایه و مایه تنش و به وجود اومدن کهن الگو میشه. اما اون چیزی که به ما میدان تفسیر و خلاقیت و آزادی عمل میده و باعث میشه که تا امروز هم این قضیه رو ول نکنیم، چیزایی مثل اینه. یکیش مثلا میتونه این باشه: مایی که تا حالا فکر میکردیم فرزندان آدم و حوا هستیم به عنوان زن و مرد اولیه، بعد از شنیدن این داستان باید انگار اینجوری فکر بکنیم که پدرمون زن اول داشته، این یه قضیه، و مادرمون از نظر ژنتیکی کاملا همسان با پدرمون. یعنی در حقیقت بشریت یک پدر و یک مادر نداره، بلکه 2 تا پدر داره. این یه جنبه تفسیر خلاق قضیه است. دومی که این مادر از اونجایی که گویا هیچ تفاوت ژنتیکی بنیادی با پدر نداشته، هیچ نوع اختلاف نظری هم باش نداشته و اینجا یه اتفاق جالب میفته و اونم اینه که هزاران ساله بشریت گناه رانده شدن از بهشت رو میانداخته تقصیر حوا به عنوان اولین زن. ولی بر طبق این داستان ما متوجه میشیم که حوا یه جورایی تفسیر آینه‌ای آدم بوده و نمیتونسته هیچ نظر مستقلی داشته باشه. جذابیت روانشناختی داستان اینجاست، یکی از جنبه‌هاش، که بنابراین آدمی که گویا دنبال شریک جرم میگشته یک شخصیت وابسته خلق میکنه و گناه خوردن از اون میوه ممنوعه رو میندازه تقصیر اون. اگر موجود مستقلی احیانا کنار آدم بود، شاید یه کانترپوینت، کانترتسیس، شاید یه نظر دیگه میداشت راجع به خوردن اون میوه ممنوعه. اون 2 نفری که از بهشت رانده شدن طبق این داستان در واقع 1 نفر بودن. 1 نفر تصمیم گرفته و این داستانی که نخستین زن نتونست جلوی دلشو بگیره یا وسوسه شد یا فریبکار بود یا آدم رو وسوسه کرد، به مشکل جدی برمیخوره. خب میبینید که همه این مضامین چقدر برای قدرت دادن به زنان و جنبش‌های دفاع از حقوق زنان میتونه دستمایه قوی و خوبی باشه. و همین اتفاق هم افتاده و لیلیت یک کانسپت پرمراجع و پرمشتری برای فمینیسم و برای جنبش‌های دفاع از حقوق زنان و آزادی زنان و برابری خواهی جنسیتی. چون طبق این خوانش، این قرائت از داستان، ما یه مردی داشتیم خودخواه، تمامیت خواه، که نتونسته یه زن مستقل رو در کنار خودش تحمل کنه و اون زن انقدر غرور و مناعت طبع داشته که حاضر شده از عشقش بگذره، از بهشت بگذره و بعد یک بله قربانگو جاشو میگیره و از اونجایی که دیگه هیچ زاویه دید دومی، هیچ دیدگاهی برای مخالفت وجود نداشته، این هر دوتا با هم که یکی باشن به اشتباه میفتن و تقریبا همون اتفاقی که همیشه برای تمامیت خواها میفته برای اینا میفته. کسی نیست که ولی بیاره، اما اگر بیاره تو تصمیماتشون و اصلاح مسیر بکنن
داستان هبوط آدم با این قضیه به کل متفاوت میشه. پس میبینیم که لیلیت میشه شخصیت محبوبی که میدونید که در آمریکای شمالی در این چند دهه اخیر گذاشتن نام لیلیت روی دختران خیلی شیوع پیدا کرده، بیشتر شده. یکی از مضمونهای مورد علاقه ادبیات مدرن، هالیوود و تمام این جریان و مسیر. تعداد خیلی زیادی از مطالبی که در فضای مجازی در این سالهای اخیر منتشر شده به این جنبه لیلیت میپردازه و فکر میکنم توی ایرانم از این جنبه بهش نگاه شده و همزادپنداری خیلی زیادی باهاش شده، همدلی و همدردی خیلی زیادی باهاش شده و این شاخه روایت خب خیلی طرفدار داره. یه شاخ و برگایی هم داره این داستان که همینجا میشه بهش اشاره کرد، از جمله این که این لیلیت از نظر فیزیکی یک زنی با موهای سیاه بلند پریشان تفسیر شده یا تجسم پیدا کرده، برخلاف رویه معمول پدرسالاری زنان بین النهرین یا غرب آسیا که یا موهاشون بافته بوده یا پوشیده بوده. بنابراین از هر نظر، چه فیزیکی، چه رفتار، چه سرنوشت و چه استدلال فلسفی، لیلیت تبدیل میشه به نماد مبارزه، مقاومت، سرکشی و عدم تمکین. آخرین ورژن یا آخرین تناسخ، آخرین نمود و تجلی شاید این باشه. اما بیاین چند سال، مثلا چند 10 سال بریم عقب و خب یکی از اولین گروه‌هایی که این اسطوره رو بررسی کردن همین روانشناسان یونگی بودن دیگه و کسایی که از دید کهن الگو بهش نگاه می‌کردن و از طریق روانشناسان یونگی و کهن الگوها این لیلیت نشت پیدا می‌کنه به طالع‌بینی مدرن و اختربینی مدرن، استرولوژی. این چیزی که شاید ایرانی هایی که با طالع‌بینی سر و کاری ندارن، استرولوژی مدرن سر و کاری ندارن، کمتر باهاش آشنا باشن. اینم جالبه. این میشه روایت دوم که ریشه هاش یه جوری تو روانشناسی یونگی و همین کهن الگو هاست. میدونیم که از دیدگاه یونگ هر انسانی، چه زن چه مرد، هر دو جنبه رو در خودش داره، انیما و انیموس. بنابراین مردها هم در خودشون باید دنبال جنبه لیلیت بگردن. دوستان، من معذرت میخوام به خاطر اینکه اکثر مطالبی که ما مطرح میکنیم یه جلسه مستقله و به قول معروف من باید اینا رو همه رو کولد استارت بکنم، تمام مقدماتش رو بچینم و بیارم بالا تا بتونم به بحث اصلیم برسم. به همین خاطر ممکنه یه ذره طولانی بشه. معذرت میخوام از اون کسایی که اینا رو میدونن. اگه بخوایم راجع به کهن الگوهای مرتبط با طالع‌بینی یا استرولوژی صحبت کنیم که خود یونگ هم در موردش خیلی کار کرده بود، شاید حداقل یک کارگاه 1 هفته‌ای لازم داشته باشه. اما اگه خیلی خلاصه من بخوام بگم، بزرگترین مجموعه کهن الگوهای به هم مرتبط، فعال، زنده، پویا در دوران مدرن و در تمام طول تاریخ بشر که همه به هم چفت و بست شدن، قفل شدن و همه دارن مثل چرخدنده‌های ماشین با هم دیگه کار میکنن، در واقع طالع‌بینیه. طالع‌بینی بر این اساس بنا شده که از دید ناظر زمینی، کسی که روی زمین قرار گرفته در یک زمان مکان خاص، در مرکز دایره 3 دایره متحدالمرکز رو در اطراف این فرد یا این ناظر باید تصور بکنید. یکی از این دایره ها تقسیم میشه به اون 12 صورت فلکی که ما ایرانی‌ها چون ماهامون دقیقاً منطبق بر اوناست میتونیم به اسم ماهای ایرانی ازشون اسم ببریم و میتونیم هم مثلا اسمشو بذاریم برج فلکی قوچ یا حمل، گاو یا ثور، دوقلو، میزان، اسد که اینا تعدادشون 12 تاست و یک دایره رو دور میزنن 360 درجه. یه دایره دیگه که بازم همون ناظر زمینی مرکزش قرار میگیره، اجرام سماوی، کرات آسمانی یا به قول طالبین ها اجرام سماوی نورانی، لومینریز هستن که هر کدوم در موقعیت ها زمانهای مختلف تو یکی از این صورتهای فلکی قرار میگیرن، شامل ماه و خورشید و سیاره تیر یا مرکور، مریخ یا مارس، زهره یا ونوس، زحل یا کیوان یا به انگلیسی ساترن، مشتری یا هرمز یا برجیس یا به انگلیسی جوپیتر، اورانوس، نپتون، پلوتو که نمیدونم آیا از همش اسم بردم. اینا هم به ترتیب میچرخن و پوزیشن های مختلفی رو در اون دایره صور فلکی به خودشون میگیرن. و یه دایره دیگه هم هست که باز مرکزش ناظر زمینی هست، اون دایره خانه های زندگی هستش، Houses of Life. دلیلی که من این اسامی رو گهگاهی
انگلیسیشون هم میگم برای اینکه میخوام بذارمشون داخل گیومه و بگم که اینا اصطلاحات فنی هستن که تو اون رشته به کار میرن. پس اجرام سماوی شد لومینریز، صور فلکی شد کانستلیشنز و خانه های زندگی 12 خانه زندگی Houses of Life. یعنی از اون خانه یک شروع میشه که مربوط به جسم و نیازهای فردی و ایگو میشه، بعد خانه‌ای مثلا خانه برادران و خواهران و پدر و مادر و دوستان و آشنایان و بعد خلاقیت و جنبه ازدواج و جنبه روابط با دیگران و شهرت کاری و خلاصه جنبه‌های مختلف زندگی رو شامل میشه. حالا همه اینا چه ربطی داره به اسطوره لیلیت؟ قضیه اینه که از همون موقع‌هایی که روانشناسی اعماق، روانشناسی یونگی، قضیه کهن الگوها و کنار اینا یواش یواش داستان برابری خواهی جنسیتی شروع میشه، طالبین ها میان و مفهوم لیلیت رو وارد طالبینی میکنن. اما ما سیاره یا لومینری به نام لیلیت نداریم. میان و اسم لیلیت رو چون با کانسپت زنانه، فمینین، مادرانه مرتبطش میکنن به ماه، چون ماه این مفاهیم رو در استرولوژی قرار برسونه. خانه، جنبه زنانه، جنبه پرستارانه و عواطف و احساسات درونی، میان اسم این رو میذارن ماه تاریک، دارک مون، یا معذرت میخوام بلک مون لیلیت، ماه سیاه، برای اینکه میخوان در واقع اون جنبه سایه رو ازش بگیرن و بهش برسن، جنبه شادویی که کارل یونگ ازش صحبت میکنه. و حالا چرا ماه سیاه؟ میان و یک نقطه فرضی رو در مدار گردش ماه به دور زمین تعیین میکنن و اون نقطه‌ایه که ماه در گردش خودش دورترین فاصله رو از زمین میگیره، چون این مسیر دایره کامل نیست. در نجوم وقتی که ماه دورترین فاصله از زمین رو اتخاذ میکنه بهش میگن مونز اپوجی. بنابراین این نقطه رو علامت میزنن و باز موقعیت این نقطه رو در صور فلکی تعیین میکنن و این مفهوم رو ازش میگیرن که در موقع تولد شما این بلک مون لیلیت، این نقطه فرضی، بسته به این که در کدوم صورت فلکی و کدوم خانه زندگی قرار گرفته باشه، اونجا جنبه قدرت‌های سایه‌وار شماست. اونجا جایی که شما مثل لیلیت ممکنه خشم بگیرید، قهر بکنید، طغیان بکنید، عصیان بکنید و با دیگران با قوانین نوشته، با اسلوب‌های اجتماعی به چالش بر بخورید. مثلا فرضاً خانه 10 زندگی مربوط میشه به شهرت اجتماعی شما و شغل شما. اگر لیلیت در خانه 10 قرار بگیره، شما یه جورایی ممکنه در شغلتون، در کارتون و شهرت اجتماعیتون، اون پابلیک ایمیج یا اون جوری که دیگران شما رو میبینن، به وضعیت یا سرنوشتی بر بخورین که لیلیت برخورد. و خلاصه به این ترتیب در این روایت مدرن که از نیمه های قرن 20 شروع شده، شاید مثلا دهه 1930 به بعد و دیگه از دهه 1970 کاملا جا افتاده بود و میتونستن تو اون چارت های زندگی یا اون زایچه هایی که ترسیم میکنن توی طالبینی این رو هم می آوردن. مثلا میگفتن که شما موقع تولدتون سیاره جوپیتر در این خانه در این صورت فلکی بوده و بقیه سیارات و اینا، و لیلیت هم در ضمن اینجا قرار گرفته و این برای شما یه جنبه چالش برانگیزه. اون قدرت پنهانیه که شما دارید، اون استقلال رأیی که شما دارید، ولی براتون چالش ایجاد میکنه و باید به قول معروف حل و فصلش کنید. البته در سال 1927 یک اخترک یا استروید هم کشف شد که مداری داره بین مریخ و مشتری و استروید 1181 نامگذاری شد یا استروید لیلیت که اون با اون مفهوم طالبینانش فرق داره. پس در این روایت دوم مدرن وضعیت لیلیت در چارت تولد یک کاندیشنه، مثلا یه تشخیص روانشناختی یا روانپزشکی میمونه. البته به معنای این نیستش که بیماری یا آنومالیه، ولی یه چیزیه که شما باید بهش رسیدگی کنید و بهش توجه بکنید، هم در زن و هم در مرد. و بعضی از رفتارهای عصیانگرانه یا انفجاری شما رو که برای خودتون هم عجیبه، این که چرا یه چیزایی بهتون سخت میاد، چرا در جنبه‌های دیگه زندگی کاملا میتونید منطقی و خونسرد باشید ولی یک جایی
دود از سرتون بلند میشه، اینو شاید بشه با این روایت کهن الگویی تطبیقش داد یا توضیحش داد. لیلیت میشه نماد اون قدرت غریزی و درد سرساز شما که میتونه شما رو برسونه به چالش با اجتماع. به این ترتیب دیگه لیلیت یک آیکون یا یک کانسپت بیرونی نیستش، برای شما کاملا جنبه فردی داره و هر کسی باید ببینه در کدوم جنبه زندگی باش مواجه میشه. یه چیزی که فراموش کردم بگم در مورد همین دو روایت اول، رفتن داوطلبانه لیلیت از بهشت یا باغ عدن اینجوری اتفاق میفته که یکی از کارهای ممنوع در باغ عدن، شاید اصلا نباید بگم بهشت، باید همون بگم باغ عدن یا گاردن آف ایدن. داستان اینه که بردن اسم اعظم یا نام خدا اونجا ممنوع بوده و لیلیت این اسم رو هم میدونسته هم جرأت میکنه و این اسم رو میاره و بعد ناپدید میشه و میره با احتمالاً لوسیفر یا هیدیز یا پلوتو در ناحیه دریای سرخ. اما روایت سوم مدرن چیه؟ اگر روایت اول فمینیستی بود، روایت دوم روانشناختی و یونگی بود، هرچند که به نام طالبینی مطرح میشه و با آرکیتایپ‌ها کهن الگوها سر و کار داشت، روایت سوم نوعی عصیان بر ضد ادیان ابراهیمیه. یعنی روایتیه که میاد اون خشم از بی‌عدالتی اتفاق افتاده در حق لیلیت رو خیلی پررنگش میکنه و لیلیت رو از حد یک قهرمان میرسونه به حد یک الهه ایزدبانو و مادر خدای مدرن و وارد فیلد ازوتریک میشه، وارد علوم خفیه اکالت یا علوم غریبه میشه و یه جوری لیلیت رو جنبه زنانه شیطان تلقی میکنه، اما با دید تحسین‌آمیز و پرستشگرانه و خب خیلی شاخ و برگ پیدا میکنه اینجا و کسایی که به این چیزا اعتقاد دارن فکر میکنن که همون جوری که میشه به خدای ادیان ابراهیمی دعا کرد یا متوسل شد، اینا همین کارا رو با لیلیت انجام میدن. به نظر میاد ریشه این روایت بیشتر از اون که خود اسطوره لیلیت باشه، نوعی آنتیتز و شورش بر علیه جریان مینستریم و متعارف مذهبه. هرچند که حالا وقتی از روایت‌های مدرن رد شدیم رفتیم لایه‌های عمیق‌تر، می‌بینیم که یه سری شواهدی یا دلایلی برای اینکه قدرت‌های ماوراءطبیعی برای لیلیت قائل بشن در روایت‌های قدیمی‌تر غرب آسیا و بین النهرین واقعا وجود داره. منظورم این نیستش که این قدرت‌ها رو داره، منظورم اینه که این داستان‌ها کاملاً هم بی سابقه نیستن. اما همونطوری هم که خب انتظار میره وقتی یه عده با دید تحسین‌آمیز و پرستشگرانه به لیلیت نگاه میکنن، طبیعیه که باورمندان به جریان متعارف مذهب یک نوع جبهه‌گیری، احساس تهدید و بسیج کردن نیروهای روایت علیه اون چیزی که شیطان پرستی قلمداد میکنن براشون اتفاق میفته. و شاید براتون جالب باشه که این حتی از سه روایت مدرن دیگه جدیدتره و رو به رشدتره. یعنی جریان علاقمندی به مذهب، به سنت‌ها، ارزش‌های مسیحی که در غرب راه افتاده، جریان محافظه‌کاری و این تغییرات سیاسی که داریم در غرب می‌بینیم، به ویژه در آمریکا، یکی از شواهدی که در مورد فروپاشی ارزش‌های مسیحی، اخلاق، ارزش‌های خانواده و غیره میارن، همین روایت‌های ستایش‌آمیز از لیلیت هستش. یعنی در واقع میتونم بگم جریان فمینیستی شاید آخرین روایت مدرن یا آخرین سنتیمنت، آخرین جریان احساسی عاطفی موجود نباشه، یکی به آخر باشه. آخریش اونایی هستن که حالا در کلیسا و در محفل‌های محافظه‌کارانه دارن هشدار میدن در مورد جریان رو به رشد شیطان پرستی، مغواگری و انحراف افکار عمومی. اینا همش میتونه موضوع مطالعات جامعه شناسی و انسان شناسی باشه. یعنی خیلی راحت یه دانشجوی این رشته میتونه بیاد و در فضای مجازی کانتنتی که در این زمینه تولید میشه رو بررسی بکنه، کامنت هایی که زیرش نوشته میشه رو بررسی بکنه، در هر سال تعداد تولدایی که نام لیلیت براشون گذاشته میشه رو بررسی بکنه و خیلی موضوع پژوهشی جالبیه برای گرفتن نبض روایت. اما حالا اجازه بدید که یه پله بریم عقب‌تر
و ببینیم که این روایت نسبتاً منسجم راجع به زن اول آدم که تمکین نکرد و داوطلبانه از بهشت رفت و بعد تصمیم گرفت که برای بنی بشر مشکل درست بکنه و تبدیل شد به یک دشمن ابدی. این روایت از کجا اومده؟ جالبه که در مقیاس باستانشناسی و در مقیاس اسطوره شناسی این داستان به شکل کنونیش که در این 4 روایت مدرن نمود پیدا کرده خیلی هم قدیمی نیست و برمیگرده به سال 800 تا 1000 میلادی در یک کتاب یهودی به نام الفبet of Ben Sira یا الفبای بن سیرا. کتابی هستش که نویسندش مشخص نیست، منسوب به یک فردی، به یک حکیمی فرزانه‌ای به نام بن سیرا. زبان کتاب مخلوطی از عبری و آرامی به نظر میاد که در منطقه عراق کنونی نوشته شده و جنبه هجونامه و طنزنامه و کتاب پند و حکمت و داستانهای فولکلور، داستانهای عوام داشته، نه چیزی بیشتر. متن مذهبی رسمی نبوده. خیلی از جاهای کتاب خنده‌داره و قراره که خنده‌دار باشه. بیشتر شهرتش هم دقیقاً به خاطر همین نمونه نسبتاً کامل قصه لیلیت هستش. در واقع هدف کتاب این بوده که به زنها در یک جامعه پدرسالار یادآوری بکنه که سرنوشت زنی که از شوهرش تبعیت نمی‌کنه عاقبت همخوابگی با شیطان و یه جنگ چریکی با تمدنه. می‌بینید دوستان چقدر احساس و رویکرد انسان در طول تاریخ جالب تغییر میکنه. اون چیزی که قرار بوده در حقیقت داستان تکفیر لیلیت باشه و دیگه قائله رو بخوابونه، قضیه رو قطعی کنه که چرا زنها نباید مثل لیلیت بلکه مثل حوا باشن، 1000 سال بعد تبدیل میشه به یه جور دادنامه یا مانیفست برای برابری خواهی جنسیتی و قضیه رو پولاریزه میکنه. یه گروه به شدت طرفدارش میشن تا جایی که میرسوننش به حد یک ایزدبانو و یه گروه متهم میکنن به شیطان پرستی و احساس خطر و تهدید خیلی جدی و تکفیر. این دوتا پدیده تو مقالات انگلیسی اسمی دارن. وقتی که دیدگاه تحسین آمیز و ستایش آمیز مطرح میشه بهش گفته میشه رومانتیسایز کردن، رومانتیک کردن قضیه، و وقتی که محکوم و تکفیر میشه یه مسئله بهش میگن دیمنایز کردن، یعنی شیطان سازی. و اتفاقاً برای اینکه یه اسطوره در طول تاریخ دوام بیاره نیاز هستش که این احساسات تند و تیز دوگانه رو بتونه حتما ایجاد بکنه، یعنی قضیه رو قطبی کنه، پولاریزه بکنه، یه عده دیمنایز بکنن، یه عده رومانتیسایز بکنن. اما یه چیزی در روایت مدرن نسبت به کتاب الفبای بن سیرا کمتر داره، در زمانه ما حذف شده و کمتر دیده شده. اونم قضیه فرزندآوری، تولد و بچه هاست. هرچند که حالا بهش میرسیم، در این 4 روایت حذف شده ولی یه جنبه فوق‌العاده جدی و خطرناک داره که امروز هم حاضر و ناظر. اتفاقا قضیه اینه که اون 3 فرشته که میرن لیلیت رو برگردونن تهدیدش میکنن که یا این توبه نامه رو امضا میکنی بخشیده میشی و برمیگردی، یا اینکه روزی 100 فرزند از تو باید بمیرن. برای اینکه لیلیت شروع میکنه به فرزندآوری با لوسیفر ظاهرا یا هویت‌های دیگه جهان زیرین و آندرورلد، نیمه تاریک وجود، الزاما نه خود لوسیفر. لیلیت هم اینجا در مقابل تهدید میکنه که اگر اینجوره منم از این به بعد بچه‌های آدم رو که با همسر دیگه خواهد داشت اونا رو میکشم و منم اتفاقا مدام بچه دار میشم و تنها دفاعی که فرزندان آدم از این به بعد خواهند داشت اینه که نام این 3 فرشته بالای سرشون باشه. میبینید که قضیه دیگه اینجا داره کشیده میشه به کودک کشی، فرزند کشی. بعد وقتی بخوایم یک پله از اون کتاب الفبای بن سیرا بریم عقب‌تر میبینیم که این ارواح خبیثه که اسم جمع بودن خیلی موقع‌ها، یعنی لیلیوت به زبان عبری اسم جمع لیلیت در موردشون به کار میرفته، اینا یکی از کارهاشون این بوده که بچه‌های کوچیک رو مریض بکنن و بکشن یا زنان زائو رو مریض بکنن. در حقیقت یک تفسیر بوده از عفونت بعد از زایمان و مرگ نوزادان که خیلی شایع بوده، دلایل مختلفی داشته.
از جمله عفونت، سوء تغذیه و غیره و غیره. و خلاصه گویا لیلیت یک روح خبیثه ضد زاد و ولد و فرزندآوری و خانواده بوده. و همونجور که گفتم در تمام غرب آسیا این داستان‌ها وجود داشته. حتی بعضیا میگن که کلمه لولو در فارسی که مدام بچه‌ها رو ازش میترسونن میتونه ارتباطی با این قضیه داشته باشه. یه کانسپتی که هنوزم در خیلی از استان‌های ایران وجود داره به نام آل یا بچه خوره، زن ترسناکی که میومده بعد از تولد بچه‌ها جفتشون رو میبرده و اینجوری روحشون رو تسخیر میکرد یا بعد از مدتی مریضشون میکرد و میکشته. در همین راستا تفسیر شده. حتی سالها قبل یه فیلم ترسناک در ایران ساخته شد به نام شب 29 که دقیقاً به این موضوع اختصاص داشت. اینا با هم ارتباط مضمونی دارن، کاملاً متناظر نیستن، یا نمیخوام بگم این فیلم دقیقاً راجع به همین قضیه است، ولی ارتباط مضمونی، ارتباط عمیق کهن الگویی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. در ژانر وحشت فیلم موفقی بود. و اگه میخواید بدونید که این احساسات خفته در شما چقدر قویه، به نظرم یه بار این فیلم رو ببینید. گره‌گشایی پایانی داستان تو این فیلم قراره که خرافه زدایی بکنه و بگه که هیچ چیز ماورالطبیعی در این زمینه وجود نداره، ولی اثر روانی که رو افراد میذاره شاید یه نمادی باشه از این که این ترس‌ها و این جنبه‌های ناخودآگاه در منطقه ما تا چه حد عمیقه و چقدر قویه. اما یه ذره دیگه باز برگردیم به جنبه‌های یهودی این داستان. یکی از دلایلی که به وجود اومدن لیلیت رو توجیه پذیر کرد در کالچر یهودی یه تناقض ظاهری بود که در عهد عتیق در سفر پیدایش جنسیس وجود داشت و اونم جاییه که ابتدا اشاره به این میشه که زن و مرد هر دو از خاک آفریده شدن و بعدتر گفته میشه که نه، حوا از دنده آدم به وجود آورده شد و اینجا یه گپی به وجود میاد که میشه با این قضیه لیلیت توجیهش کرد که صحبت در اون اشاره اول راجع به یه زن دیگه است، نه حوا. یکی دیگه از جاهایی که در روایت‌های یهودی از لیلیت صحبت شده در عهد عتیق در کتاب آیزیا بخش 34-14 یه صحنه آخرالزمانی یا یه بیابونی رو توصیف میکنه که میگه در اون همه وحوش هم جنس خودشون رو و هم نسل خودشون رو پیدا کردن، کفتارها با کفتارها، و همه شیاطین و ارواح خبیثه از جنس همدیگه، مثلا ستایرها که نیمه انسان نیمه بز هستن، کنار هم جمع شدن و لیلیت ها هم کنار همدیگه جمع شدن. اما چیزی که جالبه گویا این منظره، این صحنه توصیف رستاخیز یوم یاوه است. هرچند که ترجمه عبریش دقیق نیست گویا، اما این صحنه در حقیقت ملل مختلفن که جمع شدن و ملل مختلفن که با این دیو و دد همسانسازی شدن و تشبیه شدن. یعنی در حقیقت اینا نمادی هستن از کافران یا غیر باورمندان به اون دین که اینا هیچ کدوم صورت انسانی ندارن و یک عده ستایر هستن، یه عده کفتارن و یه عده لیلیت هستن. مفهوم کلمه لیلیت هم در عبری ترجمه شده به روح خبیثه شب، افریت شب، و گفتیم که مؤنث و مذکر داره. مذکرش میشه لیل، بعضیا به شب لیل ترجمهش کردن، بعضیا به باد یا بعضی دیگه از عناصر طبیعت که تهاجمی و خصومت آمیز برای بشر تلقی میشدن ترجمهش کردن، بعضی هم به جغد ترجمهش کردن. جای دیگه در متون یهودی چیزایی هست به نام میدراش که گویا شرح و پاورقی توراته و در یکی از اینا صحبت از این میشه که اون مکالمه هابیل و قابیل که بعدش منجر به دعوا میشه و قابیل هابیل رو میکشه، گویا در خود متن اصلی مشخص نیست سر چی دعوا میکردن و این پاورقی میگه که سر زن اول آدم داشتن بحث میکردن. در جای دیگه‌ای، در پاورقی دیگه‌ای، وقتی که موسی داشته با خدا گفتگو میکرده یا در حقیقت چونه میزدن با هم دیگه، موسی به خدا میگه که ما رو مجازات نکن چون در اون صورت میشی مثل لیلیت که بچه‌های خودش رو میکشته. و این تفسیر هم میگن تفسیر عجیبیه برای اینکه صحبت معمولاً در روایت‌های دیگه از این بوده که لیلیت بچه‌های آدم و حوا رو میکشته.
ولی به هر حال توصیف لیلیت با کانسپت کودک کشی در روایت یهودی زیاد دیده میشه و از اون طرف صحبت مدام از این بوده که لیلیت ها به سرعت تکثیر میشن و بچه های زیادی میارن. میبینید که یک بنمایه تهمایه دگر هراسانه و زنوفوبیک اینجا وجود داره. ما میدونیم که از دوران باستان یه مسئولیت نسبی در جنگ ها برای زنان و کودکان وجود داشته. ولی اگه شما بیایید و زنان ملل دیگر رو لیلیت تصور بکنید، قاعدتاً اون مسئولیت زنها و بچه ها به یک باره برداشته میشه و جنگ میتونه یه جلوه دیگه پیدا بکنه. در واقع اینجا اسطوره لیلیت تبدیل میشه به یک جنگ افزار یا یک تکنولوژی نظامی. جای دیگه‌ای که در متون یهودی از لیلیت صحبت شده در قباله یا کابالا هستش که سنت‌های علوم خفیه و علوم غریبه یهودیه. متن زهار، کتاب زهار که یه متن قرن 13 در اسپانیا نوشته شده، به داستان لیلیت شاخ و برگ میده و اینا رو یه چیزای شبیه جن توصیف میکنه که از آتش ساخته شدن، جنسشون از آتشه و مفردم نیستن. در اینجا صحبت از یه هویت دیگه به نام سامائل شده که لیلیت همسر اون هستش و اینا کارشون افسونگری و اغوا هستش، اغوای مردان. باز یه نکته دیگه که شاید به صورت خاص برای ایرانی‌ها جالب باشه اینه که یکی از متون یهودی که از لیلیت صحبت میکنه تلمود بابلی هستش. گفته میشه بابل ولی منظور منطقه عراق کنونیه و زمانی که این تلمود شکل پیدا کرده، تدوین شده و جمع جور شده، در دوره حکومت ساسانیان قرار میگیره و یهودیانی که در اون منطقه زندگی میکردن در واقع تحت حکومت و تحت الحمایه ساسانیان بودن. در اونجا صحبت از تنبیه زنان خطاکار میشه و اگه بخوایم بدونیم اصولا تلمود چیه، تلمود یه مجموعه از گفته ها، باورها، فولکلور، قصه ها، مثل ها، تمثیل ها، حکمت ها و خرافات یهودی همه با هم و تفسیرهایی که خاخام ها کردن نسبت به متون اصلی تورات، سخنرانی هایی که کردن، اظهار نظرهایی که کردن و همه کنار همدیگه جمع شده و همین جور مناظره هایی که با روحانیان ادیان دیگه انجام دادن و از جمله مناظره هایی که در این دوره با موبدان زردشتی ساسانیان انجام میدادن. و جالبه که این مناظره ها صورت آشتی جویانه یا خیلی دوستانه هم نداره و مملو هستش از تخطئه و نقد آیین زردشتی و گفتم یکی از جایی هستش که از لیلیت هم صحبت کرده. مثلا در مورد لیلیت میگه که زنان خطاکار، زنانی که عفیف نیستن، وفادار نیستن یا خطای مرتکب شدن، باید موهاشون رو بلند کنن مثل لیلیت و انواع اقسام تنبیه‌هایی برای زنایی که بچه‌هاشون دچار اختلالات مادرزادی‌اند در این تلمود بابلی ذکر شده، شامل طرد کردن این زنها یا کشتن این بچه‌ها یا زنها، چون این بچه‌هایی که با ناهنجاری مادرزادی متولد می‌شدن گویا بچه‌های لیلیت تلقی می‌شدن و حتی جایی در این متن از این صحبت شده که پسر لیلیت کاراکتری هست شبیه اهورامزدا، اینجوری معرفی شده. چون ببینید دوستان، در داستان آفرینش آدم یه تناقض وجود داره، یه تناقض بنیادی وجود داره که باید توجیه بشه و اونم اینه که داستان فرزندان آدم و حوا فقط نسل یهودیان رو توجیه میکنه. بقیه ابناء بشر که روی این سیاره دارن زندگی میکنن باید تبارشناسیشون در واقع مشخص بشه و این لیلیت یکی از اون راه ها هست. یکی از کارهایی که این ارواح خبیثه یا افریتا ها میکنن اینه که وقتی در خواب مردها رو تنها گیر میارن باعث انزال ناخواسته یا وت دریم یا محتلم شدن میشن و در حقیقت اسپرم مردان رو تلف میکنن و گفته شده که با این اسپرم موجوداتی به نام رخین، شیدین و لیلین خلق شدن که شاید اینها نژادهای دیگه باشن یا گروههای ناخواسته و گروههای رقیب باشن. یعنی در واقع اینا فرزندان تقدیس شده و تعمید شده آدم و حوا نیستن. پس باید هم اینا رو در نظر بگیریم و به تبعات هر کدوم از این روایت ها خوب فکر کنیم. یکی از موجوداتی که
با همین داستان لیلیت مرتبط دونسته میشه و با قضیه خواب، اتفاقاتی که توی خواب میفته مرتبط دونسته میشه، همین بختک هستش و یه موجود دیگه ساکیوبوس هست. و یکی از چیزایی که منع شده بوده اینه که یک مرد در یک خونه‌ای تنها نباید بخوابه، برای اینکه ارواح خبیثه میان سراغش و اسپرمش رو حروم میکنن، تلف میکنن. اما بیایم یه پله باز بریم عقب‌تر و بازه زمانی تا 4000 سال پیش رو اگه بررسی بکنیم. در منطقه بین النهرین در داستان‌های سومری مدام صحبت از زنان اغواگری هستش که مردها رو از راه به در میکنن، زنهای زائو رو اذیت میکنن، نوزادان رو میکشن یا بیمار میکنن یا میدزدن، یا باعث بیماری صرع میشن، اشباحی هستن در بادها، یا باعث تب میشن. و صحبت از این شده که اینا دو جنس دارن. برای زنها لیل یا لیلو هست، یعنی جنس مخالف میره سراغشون. برای مردها هم لیلیتو هست، یا احتمالاً همون نسخه قدیمی تر لیلیت، که میرن مردا رو یا از راه به در میکنن یا بیمار میکنن. و یک کاسه های پیدا شده در تمام این منطقه، عراق، سوریه، غرب آسیا و شرق مدیترانه، که بهشون میگن کاسه های ورد و دعا و جادو، اینکانتیشن بال. این کاسه ها دور تا دورش یه سری ذکر و ورد نوشته شده و وسطش عکس یک زن مجنون با موهای پریشان، شاید نیمه دیوانه و قراره که ترسناک باشه، ولی از منظر امروزی خیلی شبیه نقاشی‌های بچه هاست. این کاسه ها قرار بوده که چشم زخم باشه یا ارواح خبیثه لیلیت رو دور بکنه و خلاصه به عنوان محافظ استفاده می شده. و این داستان ها اونقدر قدیمی هن که گفتم از همه سنت های یهودی و فرهنگ یهودی هم فراتر میرن. حتی صحبت از اینه که لیل پدر گیلگمش بوده، یکی از قدیمی ترین اسطوره های مکتوب جهان. و لیلیت ها زنان زائو و حامله رو هدف می گرفتن. یکی از کارهایی که لیلیت ها می کردن این بوده که به شکم زنان حامله ضربه می زدن و باعث سقط جنین می شدن. و در این منطقه هزاران طلسم و محافظ به صورت کوزه های گلی یا کاسه های گلی کشف شده. و بعضی از این کاسه ها به زبان فنیقی نوشته شده. بعضی از این دعانویس ها هم از بیسوادی مردم استفاده می کردن و اصلا متنی نوشته نشده، فقط یه سری خط خطیه که بتونه به اون خریدار این طلسم و جادو این احساس خوبو بده که تو محافظت شدی. اما دوستان، ما نباید فکر بکنیم که تمام این داستان ها در حقیقت اسطوره های یک جهان مرد سالارن که دارن یک زن مستقل و با اعتماد به نفس رو تکفیر میکنن و ریشه همه اینها مردها هستن. باید قبول بکنیم که یک زن زیبا، افسونگر که مستقل شوهری نداره میتونه خیلی برای زنهای دیگه تهدیدآمیز باشه و میشه تصور کرد که بسیاری از این داستانها، باورها که از مادرها و مادر بزرگها انتقال پیدا کرده، در واقع آفریده ذهن خود زنهاست. یعنی زنهایی که از زنهای دیگه میترسیدن، هم بابت بچه هاشون، هم از دست دادن مالکیت شوهرشون، و البته زنهایی که از رفتار مردها میترسیدن و این ترس یا رقابت بین زنهایی که بچه داشتن و زنهایی که بچه نداشتن. ما از جهانی حرف میزنیم که زاد و ولد و فرزندآوری به عمیق‌ترین مفهومی مسئله مرگ و زندگیه. زنی که بچه‌هاش میمردن شاید حمایت مالی همسرش رو از دست میداده و محکوم بوده به مرگ، و رقابت خیلی شدید و ترسناکی بین زنها در این زمینه وجود داشته. حتی اگر از دوران پدرسالاری، دوران امپراتوری‌های آشور، بابل، شخصیت‌هایی مثل حمورابی هم پا عقب‌تر بگذاریم و وارد دوران مادرسالاری بشیم، میتریارکی، و تصور بکنیم که لیلیت یک ایزدبانو، یک مادر خدا، یک مادر شاه بوده که بعداً توسط فرهنگ پدرسالار شیطان سازی ازش شده یا دیمنایز شده، همونجور که گفتم. ما باید یک نکته رو فراموش نکنیم. اونم اینه که در دوران مادرسالاری الزاماً یک جور سوسیالیسم جنسیتی وجود نداشته و یه ساختار هرمی وجود داشته در خیلی از جوامع. یعنی یک زنی در مرکز قدرت بوده و اتفاقاً زنهای دیگر رو محروم می‌کرده یا حذف می‌کرده، همون جور که در یک قبیله پدرسالار همه مردان شانس جفتیابی
یا همسریابی به یکسان و در یک سطح پیدا نمی کردن، چند همسری در جهت معکوس هم میتونسته وجود داشته باشه. بنابراین شاید این تصورم درست نباشه که لیلیت به شکل منفیش کاملاً و حتماً مخلوق دوران پدرسالاری باشه. اتفاقاً بخشای زیادی از جنبه‌های ترسناک اسطوره لیلیت میتونه جنگ افزار روایت خود زنها علیه گروه دیگه از زنها بوده باشه. و نهایتاً فکر کنم هر کدوم از ما چه زن و چه مرد بتونیم این رو درک بکنیم که یک زن زیبا، یک زن مستقل با اعتماد به نفس، چیزی شبیه به یکی از نیروهای طبیعت که میتونه هم الهام بخش نویسنده ها و شاعرها باشه، هم تبدیل بشه به دغدغه صاحبان قدرت و هم موضوع حرف و حدیث آدم‌های معمولی در کوچه و بازار. شاید یکی از تصاویر مدرنی که در ادبیات از این وجه دوگانه لیلیت بتونیم پیدا بکنیم داستان بوفکور صادق هدایت باشه، زن لکاته و زن اسیری. پتانسیل‌های این اسطوره بیشماره، هم برای مطالعه کردن و پژوهش کردن، هم برای خلق آثار ادبی و هنری. اگر بازار داستان رمان ادبیات انگلیسی رو نگاه بکنید، چندین رمان با نام لیلیت، رمان معاصر میتونید پیدا بکنید که دقیقاً موضوعشون همینه و از زوایای مختلف به این قضیه نگاه کردن. جذابیت اسطورم اتفاقاً به همین دلیله که میاد و ذهن انسان رو و تمدن بشر و جامعه بشری رو تبدیل میکنه به بوم نقاشی یا میدون جنگ خودش. امیدوارم که این مطلب مفید بوده باشه و از اینکه شنیدید متشکرم.